سلام، من دکتر کتایون حدادیان هستم، پزشک و متخصص پاتولوژی. امروز میخوام در این ویدیو یک مبحث کامل رو در مورد تیروید صحبت بکنم. اگه به این بحث علاقه دارین حتما کانال من رو سابسکرایب بکنید، ویدیو رو لایک بکنید، کامنت بگذارید و با دوستاتون به اشتراک بگذارید. خب مبحث امروز ما در مورد تیرویده. میخوام در مورد نقش تیروید در بدن صحبت بکنم، در مورد علائم کمکاری تیروید و پرکاری تیروید اینجا صحبت بکنم. اینکه گواتر اصلا چی هستش، اصلا گواتر میتونه چیز بدی باشه و اینکه اصلا این علائم تیرویدی که ما میگیم ممکنه که توی سنین مختلف اثرات مختلفی رو داشته باشه یا نه. خب شروع میکنیم از اینکه اصلا تیروید توی بدن ما چی کار میکنه. ببینید تیروید یه غده خیلی کوچیکه توی قسمت قدامی گردن، یه غده پروانه‌ای شکله که روی بسیاری از عملکردهای ما اثر میگذاره، روی متابولیسم ما که خیلی نقش عمده‌ای داره، روی عملکردهای شناختی ما اثر میگذاره، توی حافظه، یادگیری، توی رشد ما اثر میگذاره و روی تنظیم دمای بدن ما اثر داره، توی دستگاه قلبی، عروقی ما، روی دستگاه گوارش ما، روی همه اینها در واقع اثر میگذاره که ما الان با دونستن علائم کمکاری تیروید و پرکاری تیروید متوجه میشیم که چه اثراتی داره و شاید ما اصلا غافل بودیم که این علائمی که داشتیم به خاطر مشکلات تیرویدی ما بوده. ببینید توی افرادی که کمکاری تیروید، ما از کمکاری شروع میکنیم. افرادی که کمکاری تیروید دارن معمولا چه علائمی دارن؟ اینها معمولا پوست خشک دارن، ریزش مو دارن، افزایش وزن دارن، معمولا صورتشون انگار که یک پف خاصی داره، هست میگن صورتمون ادم داره، پف داره. میتونه یکی از عللش اصلا کمکاری تیروید باشه. حتی میتونه باعث تپش قلب بشه، باعث یبوست بشه، باعث عدم تحمل سرما بشه. توی خانم ها میتونه باعث بشه که در واقع دوره های نامنظمی توی پریودشون ایجاد بکنه. و یه نکته خیلی مهم دیگه این هستش که توی افراد این کمکاری تیروید میتونه اصلا باعث بشه که چربی خونشون هم افزایش پیدا بکنه، یعنی روی پروفایل چربیاشون اثر داره. خیلی از اوقات دیدن که بعضی افراد میان مرتب میبینن چربی خونشون بالاست، تا حالا آزمایش تیروید ندادن، یه بار که آزمایش تیروید میدن میفهمن که اصلا کمکاری تیروید داشتن و این چربی خونی که تنظیم نمیشده به خاطر اینه. و جالبه بدونید این علائمی که من اینجا در موردش صحبت کردم، اگه واقعا مشکل تیروید رو شما حل نکنید، یعنی تیروید رو درمان نکنید، این مشکلات حل نمیشه. یعنی خیلی از عزیزان هستن مشکل ریزش مو دارن، خیلی راه‌ها رو امتحان میکنن، مکمل‌های خوراکی مختلف رو امتحان میکنن، انواع روش‌های مختلف مثل مزوتراپی و PRP رو امتحان میکنن، میبینن که اصلا با هیچ کدوم از اینها ریزش موشون کنترل نمیشه. و وقتی که فقط یه آزمایش انجام میدن، یه آزمایش تیروید میدن، متوجه میشن که این مشکل تیرویدشون بوده، به خاطر کمکاری تیروید بوده که این ریزش مو درمان نمیشده. پس اینجاست که خیلی مهمه که این مشکل کمکاری تیروید رو حل بکنید. پرکاری تیروید هم همینه. پرکاری تیروید البته یک علائم دیگه ای داره که اون هم باز تا وقتی که مشکل تیروید حل نشه و درمان نشه این علائم رفع نمیشه. توی پرکاری تیروید ما چه علائمی داریم؟ معمولا افرادی هستن که خیلی آژیته و بیقرار میشن. افرادی هستن که اینها هم تپش قلب دارن. معمولا اینها خودشون رو در واقع ممکنه پوست خشک و ریزش مو رو توی این افراد هم ببینیم. بیشتر این افراد اسهال دارن، بیشتر این افراد عدم تحمل گرما دارن، برخلاف کمکاری تیروید که عدم تحمل سرما داشتن. پس می‌بینیم یه طیف از علائم رو توی هر دو تا در واقع بحث کمکاری تیروید و پرکاری تیروید ما داریم و تا وقتی که دوباره میگم تیروید درمان نشه این علائم هم برطرف نمیشه. از طرف شاید شما اسم تیرویدیت هاشیموتو رو شنیده باشین که اصلا بگین این چیه؟ این هم یه نوع از کمکاری تیرویده، فقط یه فرقی با کمکاری تیروید معمولی داره. اون همین هستش که هاشیموتو یه بیماری خود ایمنیه. یعنی چی؟ یعنی که سلول‌های ایمنی ما میاد به سلول‌های خودی ما که در اینجا غده تیروید هستن حمله میکنه
در واقع اونو به صورت بیگانه تلقی میکنه و این باعث میشه که اون علائم کمکاری تیروئید رو ما توی تیروئید هاشیموتو هم داریم و اینها هم باید حتما تحت نظر پزشک باشن که اینجا منظورمون متخصص داخلی و ارجح با فوق تخصص غدد هست باشن تا اینکه در واقع علائمشون رو بتونن کنترل بکنن. در کنار اینها شاید شما اسم گواتر رو خیلی شنیده باشین. اینکه خیلی‌ها میگن که مثلا گواتر داریم. گواتر چیه؟ گواتر در واقع بزرگی خوشخیم غده تیروئیده. خیلی اوقات ممکنه که غده تیروئید بزرگ بشه. حالا دلایل متعددی میتونه داشته باشه ولی خب معمولا خوشخیمه و تا وقتی که باعث علائم فشاری در فرد نشه یا از لحاظ زیبایی فرد رو اذیت نکنه معمولا نیازی به اقدام خاصی نداره، مگر اینکه در کنارش علائم کمکاری تیروئید هم بهش اضافه شده باشه، بر اون سوار شده باشه که اون موقع دیگه داروهای خاص رو باید حتما افراد استفاده بکنن. یه نکته دیگه ای که شاید همتون شنیده باشین نودول تیروئیده. میگن گره داریم، نودول داریم. این گره ها چی هن؟ ببینید گره ها یا نودول های تیروئید هم معمولا خوشخیمن و درصد کمی از اونها بدخیم میشن، اما حتما نیاز دارن که اول یک در واقع یافته‌های تصویربرداری یعنی سونوگرافی روشون انجام بشه و بعد هم تایید بشه حالا اگه نیاز بود به بررسی های بیشتر تا اینکه مشخص بشه خوشخیمه یا بدخیمه و اقدامات لازم انجام بشه. اما معمولا میگم نودول ها یا گره های تیروئید خوشخیم هستن، اما این نباید باعث بشه که شما غفلت بکنید از اینکه اینها رو بررسی بکنید. یه نکته رو میخوام در آخر بگم، اون هم این هستش که ببینید توی در مورد تیروئید یه نکته خیلی مهم هست، اون هم اینه که تیروئید میتونه توی افراد تو سنین مختلف علائم مختلفی ایجاد بکنه، مخصوصا کمکاری تیروئید. دیدن که توی بچه‌ها مخصوصا از سن نوزادی تا سنین بلوغشون اگه کمکاری تیروئید داشته باشن میتونه باعث حتی عقب ماندگی ذهنی بشه، میتونه باعث عدم اون رشد و تکامل بچه بشه و عدم رشد مغز توی بچه ها بشه و مشکلات یادگیری رو بچه ها پیدا بکنن و این خیلی مهمه. شاید دیده باشین که بچه ها اصلا از همون بعد به تولد براشون آزمایش تیروئید درخواست میشه و اگه بچه‌ای مشکل کمکاری تیروئید داشته باشه باید حتما خانواده هوشیار باشن و درمانش رو به صورت کامل انجام بدن. پس توی رنج سنین بچه ها معمولاً میتونه با مشکلات یادگیری، با عدم رشد، با عقب ماندگی ذهنی این مشکلات رو داشته باشه علاوه بر چیزایی که گفتیم. توی سنین بلوغ هم میتونه با مثلا بلوغ دیررس یا بلوغ زودرس یا علائم دیگه‌ای که داره خودشو نشون بده. ولی خب توی سالمندان هم یه نکته خیلی مهم هستش، توی سالمندان ممکنه که خودش رو با اختلالات شناختی نشون بده مثل آلزایمر و وقتی که افراد میان بررسی میکنن میبینن که فرد اصلا یه آزمایش که میده میبینن که این مشکل تیروئید داشته، شاید تا اون سن اصلا فرد بررسی نشده یا درمان نشده. پس خیلی جالب شده توی سن پایین، یعنی سنینی که قبل از بلوغ باشه، اگه که کمکاری تیروئید باشه مشکلات یادگیری وجود داره، ولی توی سنین بالا توی سالمندان میشه مشکلات حافظه. پس این دو طرف طیف رو هم خیلی خیلی بهش توجه بکنید. جنبندی ما این شد که حتما آزمایش تیروئید انجام بدید. اگه داروی تیروئید استفاده میکنید در اون ابتدا بعد 6 تا 8 هفته یک بار دیگه آزمایشات رو تکرار بکنید تا ببینید اون دوز دارو برای شما کافیه یا نیاز به افزایش یا کاهش دوز دارو دارید و در کل مراقب سیستم در واقع غدد و متابولیسم خودتون باشید که یکی از مهمترین اونها تیروئید هستش. اگه که مبحث امروز رو هم دوست داشتید حتما کانال من رو سابسکرایب بکنید تا دوباره در مورد موضوعات مختلف پزشکی با هم دیگه صحبت کنیم.